با سلام مجدد علاقمندان عزیز، خدا کنه همه شما جور و صحتمند باشین. در این آموزش روش بسیار ساده و آسانی که ما شما چگونه انتی ویروس ویندوز 11 و یا مایکروسافت دیفندر ویندوز 11 را طوری غیر فعال بسازیم که هیچ وقتی که ما شما خاموش کنیم روشن کنیم دوباره فعال نشه و این به دست خود ما شما باشه سویچش که هر وقت خواسته باشیم فعال شه، هر وقت خواسته نباشیم غیر فعال باشه. این برای کسای البته این آموزش به درد میخوره، کسایی که از بعض کرک‌ها استفاده میکنه و بعضی جایا بعضی کرک‌ها رو دانلود میکنن، آفیس خدا یا ویندوز خدا فعال میسازن یا به طور عامیانه بعض فایل‌های غیر قانونی را دانلود میکنن. اگر ویندوز دیفندر ما شما یا آنتی ویروس ویندوز 11 که البته قوی می باشه وقت فعال باشه به طور خودکار تمام امی فایلایی که ما شما دانلود کردیم، کرک‌هایی که دانلود کردیم بدون از اینکه ما شما بفهمیم در حدود یک ثانیه او را غیر فعال میسازه. غیر فعال نمیسازه که البته بیخی دیلیت یا بیخی حذف میکنه از کامپیوتر. خب چگونه ما شما ایره فعال یا غیر فعال بسازیم؟ که از دو طریق البته ما شما پیش میریم. یکی از طریق ستینگ کو غیر فعال میسازیم که نورمال است، مگم از طریق گروپ پالیسی اصل که ما شما غیر فعال بسازیم که دوباره هیچ فعال نشه. ما شما از طریق گروپ پالیسی امکان داره. خب بسیار ساده و آسان میباشه دوستان عزیز. اولین کاری که ما شما میکنیم البته بدون سوفتور بدون کدام پروگرام ما شما در استارت کامپیوتر داخل میشیم. البته برای ستینگ کلیک میکنیم، در دستچه گزینه پرفایس ان سکیوریتی بالای سر از کلیک میکنیم. در گزینه ویندوز سکیوریتی بالا البته بالای سر از ویندوز سکیوریتی کلیک میکنیم. در اینجا دوستان عزیز ببین کلش فعال است. اگر در کامپیوتر ما البته فایل های غیر قانونی یا کرک ویندوز یا کرک آفیس یا هر کرک نرم افزاری که ما شما سوفتوری که در کامپیوتر ما موجود باشه به طور عاجل او را چی میکنم؟ حذف میکنم. خب بالای سر از این البته بالای سر ویروس انترنت پروتکشن بالای سر از این کلیک میکنیم. بله در پایان ما شما در اینجا گزینه منیج ستینگ است، بالای سر از این کلیک میکنیم. بله دوستان عزیز ببینید در اینجا تمام از این فعال است. در ویندوز البته ما شما این غیر فعال میسازیم. وقتی که ما فعلا غیر فعال بسازیم برای موقت تا زمانی که کار میکنم ویندوز ما البته همین ویندوز دیفندر یا آنتی ویروس ویندوز ما غیر فعال میباشه. در صورت کامپیوتر خودم ما دوباره خاموش کنم و دوباره روشن کنم، پس دوباره ما این فعال بسازم، پس دوباره فعال میشه. خب چگونه ما شما این فعال بسازیم یا غیر فعال بسازیم که سویچ در دست خود ما باشه، وقتی کامپیوتر رو خاموش روشن کنیم این فعال نشه. خب دو گزینه را ما شما اینجا غیر فعال میسازیم. نورمال در ریال تایم پروتکشن این غیر فعال میسازیم. بله دوستان در اینجا این مهم است، تمپر پروتکشن این رو باید 100% غیر فعال بسازیم. این هم غیر فعال ساختیم. این دو گزینه را که ما شما غیر فعال ساختیم میریم از طریق گروپ پالیسی را هم غیر فعال میسازیم. بله ما فعلا این را خاموش میکنم، فعلا فعال است تا که کامپیوتر ما خاموش روشن نکنم هیچ وقت غیر فعال است، فعال نمیشه. خب ما شما میریم در سرچ کامپیوتر یا از طریق کیبورد خود بالای تکمه ویندوز و آر را کلیک کنیم. هم از این طریق ما شما میتونیم که در گروپ پالیسی داخل شیم و ایست که از طریق سرچ ویندوز هم ما شما میتونیم که البته gpedit.msc باید مشترک کنیم. gpedit.msc بله در بالا البته در بالا گزینه gpedit.msc باز میشه. بالای سر از کلیک میکنیم. دوستان اینجا متوجه باشین که در دسته چپ کامپیوتر کانفیگریشن یا یوزر کانفیگریشن این فولدرها که در پایان است در بالا هم موجود است که ما شما گزینه کامپیوتر کانفیگریشن از این گزینه را انتخاب میکنیم. البته فولدری که ادمنستراتیو تمپلیتس بالای سر از کلیک میکنیم. بله ببخشید بله بعدا دوباره فولدرایی که باز میشن ویندوز کامپوننتس این فایل میسازم. بله دیگه فولدرهای زیاد باز میشه. دنبال مایکروسافت دیفندر آنتی ویروس میگردیم. مایکروسافت دیفندر هم یک کلیک کردیم تمام گزینه‌ای که در طرف دسترس است برای ما شما ظاهر میشن. دوستان عزیز در اینجا تورن آف مایکروسافت دیفندر آنتی ویروس این ما شما ضرورت داریم غیر فعال بسازیم. این غیر فعال بسازیم دوستان عزیز. بالای سرش اگر راست ماوس کلیک کنیم ادیت کنیم این شکل برای ما شما ظاهر میشه و ایست که بالای سرش بسیار ساده و آسان ما شما دبل کلیک میکنیم این گزینه برای ما شما باز میشه. این غیر فعال میسازیم انیبل. بله بالای سر اپلای کلیک میکنیم اوکی کلیک میکنیم. بازم دوستان عزیز اگر من کامپیوتر خود فعلا خاموش کنم روشن کنم پس همین آنتی ویروس یا ویندوز دیفندر ویندوز 11 ما پس دوباره فعال میشه. خب دوستان در اینجا در بالا ما شما میبینیم که یک گزینه موجود این بسیار زیاد مهم است.
ریال تایم پروتکشن. بله بالای سر از کلیک میکنیم 100% بالای سر از وقتی ما شما دابل کلیک کنیم گزینه‌ای که باز میشه در اینجا دوستای از تورن آف ریال تایم پروتکشن بالای سر از کلیک میکنیم این رو غیر فعال میسازیم. این اگه غیر فعال نسازیم کامپیوتر خود که ما شما روشن کنیم خاموش کنیم پس دوباره فعال میشه که هیچ کدام فایده نداره. بالای سر از این کلیک میکنم. بله دوست دو دانه کلیک میکنم این انیبل میسازم. بله بالای سر اپلای کلیک میکنیم اوکی کلیک میکنیم. در صورتی که ما شما فعلا خلاص شدیم ببینید دوستا این غیر فعال یا انیبل شد. ما این پس خاموش میسازم کامپیوتر خودم یک دفعه خاموش میکنم و یا روشن میکنم. وقتی که ببینم کامپیوتر خود خاموش کردم روشن کردم هیچ وقت انتی ویروس یا ویندوز دیفندر ما هیچ وقت دوباره فعال نمیشه تا که سویچ در دست خود ماست است دوباره امی روش که ما پیش رفتیم پس دوباره امی روش پیش ببریم و غیر فعال بسازیم پس دوباره غیر فعال میشه. ما فعلا کامپیوتر خود خاموش میکنم و روشن میکنم. بله خب دوست ما کامپیوتر خود خاموش کردم پس دوباره روشن کردیم پس دوباره در تنظیمات کامپیوتر یا ستینگ کامپیوتر داخل میشیم ببینیم که ویندوز دیفندر یا انتی ویروس ویندوز ما شما البته غیر فعال باقی مانده یا نمانده. خب بالای پروفایل سکیوریتی کلیک میکنیم بالای ویندوز سکیوریتی کلیک میکنیم ویروس اینترنت پروتکشن بالای سر از کلیک میکنیم. دوستای عزیز اینجا غیر فعال است که هیچ وقت این فعال نمیشه تا وقت زمانی که خود ما شما پس دوباره از طریق گروپ پالیسی او را فعال بسازیم. البته موضوع ما دی بود که البته وقتی که خاموش کنیم روشن کنیم وقتی که غیر فعال کنیم این دوباره فعال نشه. بعضی اوقات دوستای ضرورت میشه که ما شما انتی ویروس یا ویروس دیفندر ویندوز 11 خود غیر فعال بسازیم در صورتی که خودم بعضی اوقات ضرورت میشه ما او را غیر فعال میسازیم. پس دوباره وقتی که ما شما فعال میسازیم پس امی روشی که ما شما پیش رفتیم غیر فعال ساختیم دوباره این روش پیش میگیریم و دوباره این چیزایی که ما شما غیر فعال ساخته بودیم پس دوباره فعال میسازیم. بسیار ساده می باشه. خب پس دوباره ما از طریق سرچ کامپیوتر ما شما میتونیم تایپ کنیم gpedit.msc و از طریق کیبورد کلید ویندوز و آر کلیک میکنیم و شما جی البته با طور خودکار نشته شده چون بیشتر می تایپ کرده بودیم gpedit.msc بالای سر اوکی کلیک میکنیم. بله گروپ پالیسی وقتی که باز شد طرف دست چپ کامپیوتر کانفیگریشن بالای سر ادمنستراتیو تمپلیتس بالای سر از کلیک میکنیم. بله ویندوز کامپریشن بالای سر از البته میتونیم که در اینجا کلیک کنیم فولدرهای زیاد ظاهر میشه میتونیم که بالای سر خود از کلیک کنیم هیچ کدام مشکلی ما شما نداریم. بالای سر از ویندوز کامپوننتس بله در اینجا میگردیم دنبال مایکروسافت دیفندر انتی ویروس بالای سر از دو دانه کلیک میکنیم. بله دوستان عزیز تورن آف مایکروسافت دیفندر انتی ویروس اینجا غیر فعال است بالای سر از دوباره کلیک میکنیم پس دوباره این فعال است غیر فعال میسازیم. اپلای کلیک میکنیم اوکی کلیک میکنیم. مهمتر از اینجا ریال تایم پروتکشن است اینم دوباره که غیر فعال ساخته بودیم روشی که غیر فعال ساخته بودیم پس دوباره فعال میسازیم. تورن آف ریال تایم پروتکشن بالای سر از کلیک میکنیم که بسیار زیاد مهمتر از همش میباشه. اینم دوباره غیر فعال میسازیم اپلای میکنیم کلیک میکنیم پس ایره گروپ پالیسی خودم خاموش میکنیم صفحه‌شه اینم دوباره خاموش میکنم پس دوباره یک دفعه ما شما در تنظیمات کامپیوتر باز دوباره داخل میشم در ستینگ یا تنظیمات کامپیوتر پروفایسی ان سکیوریتی ویندوز سکیوریتی بالای سر ویروس اینترنت پروتکشن باید فعال شه. اینجا برای ما شما رستارت ناو مطلب از رستارت که دوباره ما شما خاموش کنیم یا روشن کنیم کامپیوتر نیست یعنی یک ریفرش وارست بالای سر از کلیک میکنیم کامپیوتر ما اصلا خاموش و روشن نمیشه تمام یک ریفرش میکنه. برای سر دوباره منیج ستینگ کلیک میکنیم ببینید دوستان اینجا پس دوباره همش قشنگ غیر فعال شد که ما شما میتونیم به دست خود ما شما فعال میسازیم. از این طریق ما شما میتونیم که ویندوز دیفندر یا انتی ویروس ویندوز خود از طریق گروپ پالیسی خاموش و روشن کنیم در صورتی که کامپیوتر خود گل کنیم پس دوباره روشن کنیم هیچ وقت دوباره فعال نشه. خدا کنه که دوستای عزیز در اینجا مشکل داشته باشن مشکلشان رفع شده باشه. خداوند یار و مددگارتان. شب و روزتان بخیر.